با عرض سلام خدمت همه دوستان. توی پست قبل این ECU برنامه‌ریزی کردیم. الان توی این پست قصد داریم که ECU رو ریوپش کنیم و دمای آب پایین بیاریم. الان شناسایی ECU میزنیم که ECU شناسایی بکنه. خب ECU شناسایی شد. انتخاب، بله، خواندن اسقاطه رو میزنیم و من ایپرام این ECU میخونم. در حال خواندن ایپرام. ECU با موفقیت خوانده شد. تایید میکنم. قبل از ریمپ دمای آب حتما خواندن از ECU رو بزنید، ذخیره کنید و در تنظیمات قطعه اینجا کد سویچ رو حتما ببینید، یادداشت کنید. وارد جداول ریمپ میشیم. دمای آب رو میاریم. خب الان این 90 درجه و 96 درجه انتخاب میکنیم و 2-3 درجه کم میکنیم. من معمولا روی 88 میذارم و اعمال در دامپ خروج. چکسام هم سعی میکنیم کالیبراسیون ها. چکسام با موفقیت اصلاح شد. تایید میکنیم و دانلود زیمز. اتمام پایان کار دانلود که دانلود نهایی خدمتتون فیلم میگیرم و ماشین استارت میکنیم. پایان کار دانلود. پایان کار دانلود و الان سویچ رو باز میکنیم. این چراغ چک و استارت ماشین.